پیغامو بده به استاد شیفو. یاج آقا عمومت در عکسه. سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید. سلام. عجب بچه فقیر ماشاءالله. حضور جنگجوی اشتها رو حس میکنم. استاد شما دارین به من اشاره میکنید؟ فکر کنم اشتباهی شده. بنده قرار بوده امام جماعت مسجدی بشم. دنیا جنگجوی اشتها را میشناسد. عرض نکردم. بفرمایید میخوام یکم هوا بخورم. بفرمایید جلو. هوا خوردنه. بفرمایید دیگه چقدر تعارف میکنید. به به صدا میکنم چه جای خوبی. واقعا زحمت فراوانی کشیدید. در روش همینه دیگه. منظورم در روبروشه. دانستم چنان کس نمی گردد از این بالا شی. بله چه بهتر. خدایا شکر. عند المطالبه بنده در خدمت شما هستم. بفرمایید عزیز دل برادر. تو باعث ننگ کنفویی. الهی من پیشمرگش شما انسان‌های نیکوکار بشوم انشاءالله. اگه جهنمی هم تو کار باشه ما جامون تایی موتور خونشه. بی خیال شیالش آش کشک خالته. چی؟ او نسبت به وضع الان آینده نگرانی. ضرب المثل میگه گذشته آینده هم معلوم نیست. پس دم و دریا اسمش دمه چون زود میگذره. عجب از همه جای دنیا روزخون داره. رضا بیدار شو. سلام علیکم. تایلنگ از زندان فرار کرده با شما مثل بچه ها رفتار میکنین. اون داره میاد سراغ تومار اژدها و تو تنها کسی هستی که میتونی جلوشو بگیری. اجازه دارم. استاد بذار ما جلوی تایلنگو بگیریم. تو برای همین ما رو تعلیم دادی. نه تقدیر تو نیست که تایلنگو شکست بدی ببری، بلکه کار اینه. نه کجا رفت؟ تقصیر من بود. من شروع کردم. این تومار اژدهاست. بله دست شما درد نکنه. آقا جان مگه ما جوانها دل نداریم؟ سلامات. خیلی خوب. حالا شور حسینی براتون نداره. یه چیزی میگم سریع بول نگیرید. بفرمایید. اجازه بدید بنده حرفامو بزنم. بله جناب فضلی. شما در اون زمان با 10,000 تومان زن گرفتید. امروزه با 10,000 تومان فوش هم با آدم نمیدن، چه برسه به زن. خب این جوان ننمرده چه کند؟ آخه همه که امکانات فضانوردی ندارن. باور بفرمایید بنده خودم گاهن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامات. اللهم صل علی محمد.